و ما علی رو تصمیم گرفتیم حفظ کنیم به خاطر اینکه رأی ها فقط بره به سمت ترانه و نگار. و گزینه های بی خطر ما فرشاد بود، سیاوش بود و زهرا که قرار بود حتی یک رأی هم نیارن، چون اصلا معلوم بود کسی به اینا رأی نمیده چون بی خطر بودن. ولی از اونجایی که خب پشت پرده، دستان پشت پرده گروه کارگردانی در روز فینال، به خاطر اینکه ما میکروفون داشتیم دور گردنمون و از ما هی میخواستن در مورد فینال صحبت کنیم و بدونن که گزینه‌های ما برای فینال کیو قراره حذف کنیم و همه رأیشون ترانه و نگار بود. گروه پشت تصویر، پشت پرده، گروه کارگردانی یک سناریو و استراتژی رو بغل کردن، برنامه‌ریزی کردن که پسرها حذف بشن و دخترها رو سیو بدن و اینو ما نمیدونستیم. و اگه اینو میدونستیم هیچ وقت این برنامه‌ریزی و این انتخابات رو نداشتیم. و متاسفانه خب این بازی بود که کارگردان و گروه پشت صحنه وقتشو داشتن و سناریو و استراتژی رو چیدن که ما گولشون رو خوردیم و نمیدونستیم چه اتفاقی قراره بیفته، چرا که هم فرشاد و هم سیاوش عین برادر بودن، عین دوست بودن و گریه های ما نشون میداد که خب ما چقدر دوستشون داریم و خب نبودشون توی خونه برای ما هم خیلی سخت بود. و من به شخصی به عنوان انتخاب کننده، چرا که وقتی رأی ها هم برابر شد نمیتونستم تصمیم درست بگیرم و باعث شد اون احساس درونم بزنه بیرون و گریه‌ای که بکنم که شاید چند سال بود انجام نداده باشم و یکی از روزهای سخت زندگی من بود برای تصمیم گیری. و اگه سیاوش رو حذف می‌کردم یه سری بودن که میگفتن چرا سیاوش رو حذف کردی، و اگه حالا هر کس دیگه رو حذف می‌کردم یه سری از دوستانی که سیاوش یا کاراکتر سیاوش یا هر کس دیگه رو دوست داشتم میومدن به من حالا یا توهین می‌کردن یا نظرشون میگفتن، ولی باز هم من کاری نبودم.